دوام 2 روز برای اختیاران جمعیت هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوخت ترینینگ وابسته به موضوع پیشرفتی و اداره‌کنی برگزار گشت. ضمن ترینینگ از جانب متخصصان راجع به سمت‌های اساسی فعالیت والنتیوری، چهره‌های نمایان ساحه اداره‌کنی و دیگر موضوعهای مهم اطلاع داده شد. با تاکید مسئولین این دانش‌ها در فعالیت منبع اختیاریان اهمیت خاص داشته، همچنین آنها وظیفه و مسئولیت‌های به ذمه داشته پیشرفت را درست درک می‌نمایند. امروزها که در تمام دنیا نقش پیشرفتان خیلی به نظر می رسد. به فکر من این ترینینگ برای جوانان ولایت سوخت خیلی سر وقت می باشد، برای اینکه این موضوع هایی که امروز ما در هفته ترینینگ گذاشتیم برای هم بهتر کردن خصلت های آنها و اینچنین برای حل نمودن آن مسئله های روزمره که در جامعه های آنها پیدا می شوند خیلی مفید می باشد و من باوری کامل دارم که از امروز ترینینگ ما بسیار پیشرفتان خود در جامعه ها پیدا می شوند که برای گلگو شکوفی تاجیکستان خدمت خود را و سهم خود را می گذارند. در ترینینگ دوام 2 روز حدود 60 نفر اختیاران جمعیت هلال احمری تاجیکستان در ولایت سوغل اشتراک نمودند. در روز دوم ترینینگ از جانب متخصصی ساحه نصیبه میرپوچوی و مشورت آموزشی گذرانده شد. اختیاران طریق کارهای گروهی، بازی‌های مختلف، دانش و تجربه آموخته خود را معرفی نمودند. توجه بیشتر به وظیفه و مقصد گذاری‌های مشخص، پیشرفت‌های شناخته تاریخ، تجربه‌های سودمند و دیگر مسائل‌ها روانه گردید تا اختیاران از آن منبع ثمراناک استفاده نمایند. برای رشد یافتن جامعه امروزه که در تمام جهان والنتیران رایگان فعالیت می‌نمایند و این معاشرت والنتیران با همدیگر یعنی جوانان می‌توانند در هر گونه چاره‌بینی‌ها با همدیگر واخورده از آن تجربه هایی که دارند در جده اجرایشی فعالیت کاری در ساحه والنتیوری یعنی اجتماعی با همدیگر هم صحبت شوند و برای پیشروی کار مساعدت نمایند. این سمینار اویدی بیدار کردن حسی راهبری یعنی لیدری در جده فعالیت کاری نگرانیده بود و ما متخصصی ورزیده را در ساحه لیدری به این چاره‌بینی دعوت کردیم و آن همچون فلسفیکاتر، همچون استاد، همچون معلم در این 2 روزه سمینار برای این سمینارها درس‌های آموزشی برگزار نمود. باعث ذکر است که این ترینینگ در دایره لایحه تشبس‌ها برای رشد جوانان صلیبی سرخ ایتالیا گذرانده شد. ترینینگ 2 روزه با فراگیری 60 نفر اشتراکچی که اساساً آنها در دایره معیار و طلبات‌های جمعیت هلال احمری تاجیکستان به حیث والنتیر یا خود اختیاریان فعالیت دارند، مسئله و موضوعهای اساسی پیشرفت بودن را آموزانید. لایحه تشبس‌ها برای رشد جوانان از جانب صلیب سرخ ایتالیا دستگیری یافته. هدف آن رشد جوانان با واسطه مرکزهای تعلیمی جوانان، آموزش‌های گوناگون و تهیه موادهای تعلیماتی، اینچنین جلب نمودن و رشد تشبس‌های گوناگون در ساحه جوانان به حساب می‌رود. رستم بیک احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاهی دیار.